دوستان عزیز سلام. در نمایشگاه فرانچایز خدمت آقای عابدی رسیدم. تصادفی با ایشون آشنا شدم. ایشون تخصصشون وام‌های تجاری هست. 2 سوال خاص ازشون میپرسم در مورد وام‌های تجاری. اولا آقای عابدی خیلی ممنون. دوم اندش بفرمایید که بیزنس لون چی هست؟ بیزنس لون تعریف کلی که بخوایم در موردش داشته باشیم، همونطور که اسمش پیداست، برای کسانی هستن که یا بیزنس دارن، در حال فعالیت هست و حتما داره اینکام جنریت میکنه. یعنی فقط این جنبه نیستش که رجیستر شده باشه، چون بعضی از دوستان ممکنه براشون پیش بیاد بگن من یه رجیستریشن روی کمپانی داشتم چند سال گذشته ولی اینکامی اصلا جنریت نکردم. از دید بانک بیزینسی اکتیو هستش که حتما اینکام و درآمدزایی داشته باشه. این برای کاتگوری اول. کاتگوری دوم هم بیزنس لون برای کسانی میشه که به طور کلی میخوان وارد حیطه بیزینسی بشن یا بیزینس رو خریداری بکنن. اون خودش میتونه قالب فرانچایز هم باشه یا اینکه ایده خودشونو دارن، مثلا میگن که من میخوام سالن آرایش خودم رو اندازی بکنم یا رستوران خودم رو اندازی بکنم. در این دو صورت وام‌های بیزینسی میتونه بهشون تعلق بگیره. تفاوت عمده‌ای که داره این از این جهت خدمتتون میگم که چون خیلی مواجه میشم با دوستانی که به خاطر لک آف نالج فکر میکنن بیزنس لون 100% فایننسینگه، یعنی اینکه تمام هزینه بیزنس رو بانک تقبل میکنه، در صورتی که بانک بخشی از اون رو فایننس میکنه. مشابهش میشه خرید خونه. شما زمانی که میخواین خونه بخرین 20 تا 30% برای مثال داون پیمنت دارید و در کنارش بانک 70-80% بهتون مورگیج و وام میده، شما خونه رو خریداری میکنید. همچین چیزی هم دقیقاً برای بیزینس هست. اینطور نیستش که به این صورت شما تمام پول رو بتونید از طریق بانک دریافت بکنید و بیزینستون یا راه اندازی بکنید یا خریداری بکنید. این نکته خیلی ظریف و حساسی هستش که جالب و بهتره که عموم مردم در جریان باشن بدونن. شرایط گرفتن وام تجاری چی هست؟ شرایط وام بیزینسی به این صورته که به طور کلی چند تا ضوابط اولیه داره. این وام برای کسانی که اینجا اقامت دائم یا سیتیزن هستن در دسترس، یعنی حتما باید مقیم باشن اینجا. اگر که مقیم نیستن به صورت حالا ویزیتوری یا حالا ویزاهای دیگه اینجا دارن زندگی میکنن، میتونن کسی رو که اقامت دائم داره به عنوان اپلیکنت دوم روی اپلیکیشنشون اضافه بکنن یا به قولی کوساینر داشته باشن. قسمت دوم باید حتما کردشون استابلیش باشه و اسکور خوبی داشته باشه رو کردشون. و قسمت سوم یا باید سیوینگ اکانت داشته باشن داخل بانک‌های کانادایی یا اینکه هوم اونر باشن، مثلا بگن من خونه دارم و یه میزان اکوتی روی اون خونه هست. این به این منظور نیستش که بانک میخواد روی خونه کلاترال یا لینی اختیار بکنه، فقط به خاطر جزئیاتی هستش که توی اپلیکیشن لازم دارن که بدونن شما یا هوم اونر هستین یا اگر نیستین میتونین مقدار 25% از سیوینگتون رو توی بانک نشون بدید. اگر یه موقع بیزینس موفق نشه ریسک این افراد چی هست؟ سوال بسیار خوبیه. اینجا چون این بانک از طریق گاورمنت گارانتید شده، بانک ترجیح میده که شما یا کلاینت به پوینت بانکراپسی نرسه و اتفاقی که میفته تا سقف 75% این وام رو میتونن به بانک برگردونن و شما فقط 25% لایبل هستین که به بانک این رو پرداخت بکنید. برای مثال اگر $100,000 لون دارین باشون، بانک 75% از گاورمنت میگیره، 25% شما میدین که نیازی دیگه به بانکراپسی یا پروپوزال نداشته باشید. متوجه. خیلی ممنون از خواهش میکنم، امیدوارم که موفق باشید. شما هم همینطور. ممنون.